اگه بمیرم ویدیو تمومه. این ویدیو قراره که کل دور مپ داخل جی تی ای وی از دست پلیسا فرار کنیم و نمیریم. لایک و ساب فراموش بزن که بریم. خب آقا برنامه چیه؟ بذار من مپو باز کنم یه لحظه. خب ببینید نگاه کنید، ما قراره از این پلیس استیشن از اینجا بگیریم، کل جاده رو بگیریم و برسیم کلا دور مپو دور بزنیم و همینطوری برسیم تا اینجا. و خب آره دیگه تو این را کلا باید سعی کنیم همینطوری ویراج بدیم و اینه که پیدیا هم پلیسا نزنن نفلمون کنن. اول برم یه چند نفر رو نفله کنم که پیدی بیاد دنبالمون. بزنم لامسته من خرابه به خاطر اینکه دارم با کیبورد کار میکنم، زیاد به کیبورد عادت ندارم دیگه. آره دیگه خلاص آقا بهونه نمیریزم، نوبم با کیبورد، اعتراف صادقانه. خب آقا فرار کنیم بندازیم تو خاکی که ببینیم چی میشه. بنازم اوه what the fuck بابا، من یعنی ایمم رید آخه این چه وضعشه. وای مرد بالاخره. اوکی از کجا اومدی؟ همین ور میندازم میرم. آره دیگه خلاصه آقا حالا تو یادم خدای انصافا آسون نیست دیگه، بعد کل مپ جی تی ای دور بزنیم که بعد آخر خفتمون نکنن پیدیا. حالا این داستان چیه؟ داستان اینه که اگه ماشین خراب بشه من مردم. من یعنی خب اگه مثلا نمیدونم یکم راه حلای دیگه بود کار میشد آسان تر بشه. من میدونم اگه بخوام بمیرم قطعا به خاطر اینه که ماشین خراب بردم. به این بمیر دیگه حل. اوکی کیل شد حل. خب سری بزنیم بریم که ببینیم بقیه شون هم بیان. حاجی این چطوری حرکت کرد؟ مرد که وات منطق جی تی ای دوستان، منطق جی تی ای خیلی منطقیه مثلا عالیه. ای بابا برید اون ور دیگه. دند عقب بگیرم. چه صورتی هم دارن دهن سرویسا دیوسا. بمیرید دیگه بابا، چه سگجون هم هستن ها، یعنی به ما که نیستن سگجونه. مثلا من الان میام تو جی تی مثلا بیکارم یه تیر میزنی باید میمیرن، الان بعد 30-40 تا بزنی تا تازه مثلا یه دمیج بخورن. منطق جی تی خیلی اینجا عالیه. خب وای ریدم شیشش گس. وای ریدم اینجا خراب کردم. بیا باخرش بیا. حاجی خب ایستگاهگیری پلیسا و خب از اینجا دیگه دک شدم متاسفانه، چون یه پلیس هم رفت اونجا و اونجا ما رو عشق کردی، یعنی ناموسم مویا عشق کردی، اصلا عالی منطقی. اگه میبینید خیلی خرزوق میشم به خاطر اینکه من با کیبورد خیلی نوبم و اینو خودم هم قبول دارم. حالا این پلیسا هم هی میزنن لب کونمون با لب ماشینشون. چه وضعش آخه؟ نگاه کن لاستیکم که پنچر ایزد. وای ماشین خراب شد. شت اینجا الان بس سریع آرپیجی رو در بیارم و بزنم. آها وای بابا